کیفیتی که تیمشون داره سعی کردیم بازی که بعد به نظرمون هست انجام بدیم. نیمه اول متاسفانه باد به مقدار روی عملکرد ما اگه دقت کرده باشید روی دفع توپ‌ها توی پاسایی که می‌دادیم تاثیر داشته، اشتباه شدید بود تقریبا نیمه اول و روی عملکردمون تاثیر گذاشت ولی تو هم نیمه اول باید بازی تمام کردیم با گل می‌زدیم، چون اینجور بازی‌ها نیستش که تیم‌ها زیاد موقعیت داشته باشن با شما باید به کمترین موقعیت بتونیم موفقیت برسیم و بازی رو تمامش کنیم. ما تمام تلاشمون کردیم که اتفاق بیفته ولی استفاده نکردیم. توی یکی دو تا صحنه سعی کردیم توی ضد حمله به گل برسیم ولی متأسفانه یه ذره دقتمون تو دادن پاس‌های آخر خوب نبودش و نتونستیم موفقیت برسیم با توجه به اینکه می‌رسیم بازی ادامه بردن و تعویضی که کردیم واسه اینکه بتونیم جلوتر بازی کنیم بتونیم موفقیت برسیم بتونیم گل بزنیم ولی تو خودتون دیدید تعویضایی که انجام داد یارایی که اومدن تو کیفیت بازیکن‌هاشون هم نتونستن بازی مقدار از شرایط دیگه بده که بازیکنایی که از روی نیمکت میان داخل زمین خیلی تاثیرگذارن، مخصوصا توی اینجور بازی‌ها که خسته میشن برای شرایط فراهم دارن تاثیر دارن. تیم طرفدار تیم پرمهره نیمکتش حتی شامل که بازیکنایی دارن. از اون طرف تیم ما نتونستیم کاری که باید انجام بده بعد از اینکه تعویض کردیم و مثل بقیه بازی‌ها تیممون موقعی که چند تا بازیکن خسته بشن اگه تعویض کنیم یا شرایط تیم خوب نباشه بخوام تغییر بدیم بخوام به موفقیت برسیم سخت میشه کارمون. این دلیل اینه که ما تمام همراهمون که اول فصل وسط فصل دنبال یادی بودیم که تیم قوی داشته باشیم به خاطر الان ما این بچه‌های ما واقعا تا شاهکار کردن. من همیشه گفتم الان که بزرگوار تلاش خاطر که شما تیم ما رو ببینید از زیر 23 سال امیدامون بزرگسالانمون تا تیم‌های دیگه و توی این حداقل میگم حداقل 4 تیم برتری که وجود داره حتی تیمایی هستن که پایین‌ترن به مراتب بیشتر از ما حداقل دارن. این تیم ماست که تونسته تا الان صدر جدول باشه و تمرکزش رو کارم باشه. اینکه چه تیمی قهرمان میشه هفته آخره بچه‌ها هم گفتم کارشون امروز انجام دادن، وظیفه‌شون انجام دادن، سرشون باید بالا باشه. تیممون هوادارهامون هم باید سرشون بالا باشه، کسایی که باید سرشون پایین باشه میدونن مردم کی هستن و شرایطی که بعدا توی ماه‌ها ما داشتیم شرایط سختی که داشتیم. شما ببینید من امسال که مینافور فصل دوم دست دادم، مهدی پور دست دادم، رافائل سیلوا رو دست دادم، سید حسین حسینی رو سعی می‌کنم نظرم رقابت دانیال اسماعیلی و حسینی بود که فشار بود محمد داشتیم از دست دادم. آبی سورامیان رو دست دادم. من با این تیم تا حالا بازی کردم هیچ موقع هم سعی کردم بهترین نفراتی رو که تو تیمم دارم استفاده کنم ازشون. ما امروز با 3 تا بازیکن زیر 23 سالمون شدیم 20 نفر. ببینید این تیم این شرایط رو داره، لطفاً به من بگید تا ببینم و امیدوارم که شرایط خوبی اتفاق بیفته در آینده واسه استفاده کنیم. شرایط به نظرم شرایطی نیستش که بتونیم یه تغییرش بدیم با همین نفرات و شکلی که داریم ادامه بدیم. نارضا خالق‌العاده دوستان بهش تبریک بگم. خیلی خوب و پخته‌ام گل فوق‌العاده‌ای واقعا توی تمرین توی مسابقات هم بازی کرده، تمرین کرده بدون کوچکترین شیء تمرکزش آینده قطعا برای اونه و سید حسین حسینی که کاپیتان تیم ما هست برای گل تیم ملیه اون بازی رو واسه ما ولی خالق‌آبادی فوق‌العاده کار کرد. امروز واقعا نشون داد که قطعا آینده درخشانی داره با توجه به شرایطی که داره. امیدوارم که بتونه آینده واسه تیم ملی کشورمون مفید باشه. در مورد داوری دوستان صحبت کنم. آقای حیدری به نظرم خوب قضاوت کرد. بالا سر صحنه‌ها بود، نزدیک بود ولی حالا وحیش نیستش که بد داوری کرد. اینه که یکی دو تا صحنه که تیم ما تو فشار گذاشته بود تو حریفا با خطا در میومد شد تیم حریف فشار. این چیزیه که مقدار من اعتراض کردم ولی در کل قضاوتش خوب بود. این خطاها و اینه که اتفاقاتی که میتونن فوتبالیست متوجه بشن چه اتفاقی هستش این یه مقدار سوال نامت داره ولی در کل خسته نباشید میگم بهشون و در کل بازی سخت وجود داره. مهم نیست. به هر حال اگه هواداری تراکتور بودن که همیشه قابل احترامن برای من هواداری تراکتور، هیچ مشکلی باشون ندارم و همیشه تو تبریز خیلی مشکلی ندارین. چرا به سمت پرسپولیس میگم اگر طرفدارای تراکتور بودن واقعا که همیشه برام قابل احترامن. جوابم فقط همینه. من هیچ وقت تو تبریز عمل ناشناسی از تماشاچی‌های تبریزی ندیدم. اگه اونا هم بودن من همیشه به دیده منت قبول میکنم چون هیچ مشکلی باشون نداشتم، قابل احترامم برام. ولی اگر تماشاچی‌ها و طرفدارای منتسب به تیمی بودن اونا رو حالا هر تیمی دیگه تیم خاصی دیگه اونا رو جوابشون رو دادم به هر حال و مطمئن باشن تا روزی که خدا این نفس به من میده با هم کار داریم. حالا مطمئن باشن که حریفشون هست.
ولی با هر طرفدارای تراکتوری هیچ صحبتی ندارم. همیشه کینه‌ای نیستم، نه من آدمی نیستم که یه چک بخورم بیسم بگم یکی یه دونه اینورم بزنید. الان گذشتم نیستم. یه لحظه اسم پرسپولیس هم اومد زبونتون. اسم کی؟ نه گوشتون اشتباه شد. در مورد بازی هم بچه‌هامون خیلی خوب بازی کردن. از نتیجه که نه، ولی خب از عملکرد بچه‌هامون واقعا راضی هستیم. تلاش کردن، دمشون گرم. با این بضاعتی که داریم، با این بازیکنایی که کمبود بازیکنی که رو نیمکت داریم، فکر می‌کنم که خیلی بیشتر از توانشون هم تلاش کردن، انرژی گذاشتن. همین الان واسه ما قهرمانیم. فارغ از هر نتیجه‌ای تو هفته‌های آینده بخواد رقم بخوره، چه قهرمان بشیم چه نشیم، ما به تیممون افتخار. نشید نظر تو شکست نیست برای استقلال؟ نه هیچ وقت شکست نیست. ما گفتم همین الان هم لیگ تموم بشه، 2 هفته دیگه هم تموم بشه، هر نتیجه‌ای به دست بیاد ما به تیممون افتخار می‌کنیم، به تک تک بازیکنامون افتخار. داوری یه پنالتی سوخت، چی می‌تونیم بگیم؟ اون صحنه شجاع چقدر حرف بزنیم راجبش؟ شجاع خودش میدونه که مرداد محمدی اصلا اهل این نیست که بخواد بدون توپ یا عمدی کسی رو بزنه. خودش هم گفت اگر غیر از مرداد محمدی بود و میدونست که حتما عمدی تو کار نبوده. داورم حالا تو صحنه تشخیص داد، ولی پنالتی 100% روی حسین مرادمند سوخت. جریمه هم کنن کمیته اخلاق، کمیته انضباطی 50 میلیون.